در کنسرت سیما آوازی رو داشتیم که به نام من کجا باران کجا، که این آواز رو من بر اساس آواز استاد کریم خانی تنظیم کردم و دلم می‌خواست اینجا اسمشون رو بیارم، چون چندین سال قبل که صدایشون رو شنیدم واقعا مبهوت شدم. در ادامه آقای محمد اصفهانی گفتن سالها قبل یه روز یه ملاقات اینجا داشتن استاد کریم خانی و آقای محمد اصفهانی با پدر بنده که هر وقت پامو صحنه میزنم محاله که با یاد ایشون نباشه. من از پدر سوال کردم که یه همچین خاطره آقای اصفهانی تعریف می‌کردن چطوری بود؟ ایشون گفتن بابا ایشون وقتی میخوند تمام شیشه های اتاق میلرزید. دوست داشتم که قطعه رو تقدیم بکنم به ایشون، امیدوارم که هر جا که هستن سلامت و برقرار باشن.